این یک فیلم عادی نیست، چون شما بعد از دیدن این فیلم تبدیل به نسخه داناتر و قویتر خودتون میشید و به حقایق عجیبی در پیوستگی هستی پی میبرید. شما رو به دیدن این مجموعه دعوت میکنیم. بنی اسرائیل در زمان باستان نه تنها یک قوم خاص، بلکه شاهزادگان و نوادگان پادشاهان سرزمین‌های شمالی حساب می‌شدند، مثل تقسیم بندی‌هایی که قبلا اون رو تا حدودی توضیح دادیم. به همین دلیل پس از آخناتون اقوام سرزمین‌های شمالی به دلایل زیادی که مهمترین آن حمایت از شاهزادگان و وارثان پیامبران بود، با مصریان می‌جنگیدند و باید این نکته را در نظر گرفت که اقوام و گروه‌هایی که ما در تاریخ جدا از هم بررسی می‌کنیم در واقع اقوام و گروه‌هایی بودند که با اتحاد شاهزادگان بومی و آریایی‌ها در سال 1800 قبل از میلاد شکل گرفت و هر گروه منطقه و سرزمینی را برای خودش انتخاب کرد و سپس قصد کردند که مصر و آفریقا را فتح کنند، که به این دوره ورود هیکسوس‌ها به سرزمین مصری گفته میشه. با پنهان ماندن ماجرای پادشاهی یوسف یا تا معرفی وی به عنوان یک مصری برای مشروعیت پادشاهی وی باعث شد تا آموزه‌های هر دو تمدن به مرور ترکیب بشوند و فرهنگ‌ها در تقابل با یکدیگر توسعه پیدا کنند. اگر به داستان حکمت‌آموز سفر برادران یوسف برای تهیه آذوقه دقت کنید، یعقوب با دانش الهی که داشت از فرزندانش خواست تا از یک در وارد نشوند، تا مصریان پی به اصالت آنها نبرند و همچنین پس از فهمیدن هویت واقعی تائو و ایجاد ارتباط بین آنها، حتی این موضوع همگانی و آشکار نشد تا جایی که حتی فرزندان تائو کاملا از ارتباط عمیق بی اطلاع بودند. اما این موضوع کم کم در زمان آخناتون به دلیل ارتباط عمیق وی با مردم سرزمین‌های شمالی یا هیکسوس‌ها آشکار شد و منجر به ضعیف شدن شاهزادگان نسل تائو که تا زمان آخناتون ادامه داشت شد. به همین خاطر بار دیگر اقوام شمالی متحد شدند و بر علیه مصر جنگیدند. اما آنچه باعث صلح شد نه نیروی نظامی آنان بود و نه اقتدار آنها، بلکه تغییرات اقلیمی شدید و نیز مخالفت‌های داخلی توسط فرزند خوانده فرعون باعث این صلح شد. روش‌هایی که در زمان ما به عنوان جنگ ترکیبی از آن یاد میشه و کسانی که مطالعات بهتر و عمیق‌تری نسبت به تاریخ دارند از این روش برای نابودی دشمنانشان استفاده می‌کنند. استفاده از تکنولوژی تغییر اقلیم و بارندگی و همزمان جنگ بیرونی و اختلافات داخلی و همچنین غلبه فرهنگی که به جنگ ترکیبی معروف است، در آن زمان باعث تسلیم قدرتمندترین فرعون مصر و ایجاد صلح شد. زمانی که شاهزادگان با علوم و تجربیاتی که در اختیار داشتند به قوم و قبیله خود بازگشتند، ابتدا تصور می‌کردند کاملا مورد پذیرش قرار بگیرند و مثل پادشاهان از آنها استقبال بشه، ولی چون همه چیز باب میل آنها پیش نرفت، کم کم شروع به تکفیر اقوام مختلف کردند و همه را گناهکار خطاب کردند و حق حکومت بر دیگران را در انحصار خود می‌دانستند. به همین خاطر جنگ‌های سختی بین آنها و ساکنان قدیمی این سرزمین‌ها در گرفت. اما در این میان گاهی اتحادی موقت یا صلحی شکننده بین این اقوام شکل می‌گرفت. به غیر از دستاوردهای صنعتی و ساخت و ساز و شکل‌های جدید حکومتداری، فرهنگ و هنر نیز به همراه آنها به سرزمین‌های شمالی نیز آمد. خواندن سرودها و آوازخوانی یادگاری بود که از موسی گرفتند و آن را توسعه دادند. خدای واحد و پرهیز از چند خدایی نیز یادگاری بود که از آخناتون یا یونس گرفتند و نماد اوانوس یا خردمندی از حالت پرنده به ماهی تبدیل شد.
رقصیدن که سالهای زیادی به عنوان یک روش عبادی از صحرا در 4000 سال قبل از میلاد به مصر وارد شده بود، در هزاره قبل از میلاد از مصر به فلات ایران و سرزمین‌های شمالی وارد شد. از دیگر دستاوردهای این گروه آوردن علوم غریبه و طلسم و جادو بود که مثل رقص یا برخی آداب و رسوم از صحرا به مصر وارد شده بود و از مصر به فلات ایران توسط این اقوام وارد شد. تا 500 سال پس از خروج همچنان بین اقوام و گروه‌های مختلف جنگ و درگیری بود تا اینکه یک شخص مخالف وضعیت موجود تصمیم گرفت تا تغییرات اساسی ایجاد کند. این پادشاه نه یک شخص عادی که یک شخص چند وجهی بود که ابتدا با ایجاد اتحاد بین چند قوم دست به یک انقلاب بزرگ میزنه و سرزمین‌های کوهستانی رو به رسم پادشاهان گذشته خصوصا سارگون کبیر و همچنین پادشاهان اولیه مصر علیا انتخاب میکنه. به همین دلیل چون هم اتحاد و امپراتوری رو ایجاد میکنه و هم به روش سارگون یا شاروکین پادشاه متحدی میشه، برای مشروعیت پادشاهی لقب شاروکین یا سارگون دوم را انتخاب میکنه. شاروکین تصمیم میگیره اقوام مختلف رو با یکدیگر متحد کنه و با هر قوم و قبیله‌ای که سر راهش قرار میگرفت مبارزه میکرد و اسیران و تسلیم شدگان رو به مکانهای دیگه تبعید میکرد. متحد شدن وی با برخی از اقوام هیتانی به عنوان آهنگران آن زمان و نیز بهره‌گیری از علوم و توانایی‌های صنعتی فنیقی‌ها و بهره‌گیری از زبانی که فنیقی‌ها اختراع کرده بودند در گسترش قلمرو و همچنین اتحاد اقوام بیشتر به وی کمک کرد. بزرگترین مزیت وی در جنگ‌ها استفاده از آهن به صورت مدرن‌تر، خصوصاً زره‌های بافته شده از آهن. وی را آشوری می‌دونن، اما در واقع به دلیل اینکه مادری از نسل آریایی‌ها داشت او را اصیل نمی‌دانستند، خصوصاً اینکه وی با قیام بر علیه پادشاه قبلی به حکومت رسیده بود و عملاً یک کودتا صورت گرفته بود. برای همین در ابتدای حکومت با چالش‌های زیادی روبرو شد. در این زمان اتحاد هر چقدر قوی تر بود، امکان ثبات بیشتر بود. بر همین اساس شاروکین شهری تازه بنا کرد به نام دوشوروکین یا مجمع همپیمانان که در واقع شامل اتحاد دو قوم اصلی بنی اسرائیل و چند قوم دیگر میشد و در مقابل برخی دیگر از اقوام که شامل 10 قوم دیگر و عده‌ای از اقوام دیگر بودند اتحادی تشکیل دادند که نام آن را آمادا یا ماد به معنی اتحاد قرار دادند و شهری تازه بنا کردند به نام هگ مادایا یا هگمتانه و نام پادشاه منتخب خود را دیاوک یا دهیو که به معنای پادشاه حقیقی یا پادشاه 10 قوم گذاشتند. در واقع باید گفت شاروکین در تاریخ باستان همان داوود در مذاهب هست که در مقابل 10 قوم دیگر پیروز شد و حکومت یکپارچه‌ای را به صورت موقت ایجاد کرد و مخالفان را به مناطقی به غیر از محل سکونتشان تبعید می‌کرد. در تمام این دوران به کسانی که خدای دروغین رو پرستش می‌کردند یا از نظر دیگر اقوام خدای واقعی رو نمی‌پرستیدند، پرستنده بل می‌گفتند. به همین خاطر در کتیبه‌ها گاهی مخالفان و دشمنان پرستنده بل معرفی می‌شدند. بر همین اساس برخی تاریخ‌نگاران می‌پندارند بل یک خدای مستقل بوده که پرستیده می‌شده. تا این زمان نام‌ها و القاب برای افراد با توجه به مهمترین اقدام یا تاثیرگذارترین رفتار شخص گذاشته می‌شده و تا قبل از آن با نام فرزند فلانی یا با استفاده از اسم طائفه یا پدر و مادر شخص رو می‌شناختند، مثل برخی نامگذاری قبیله‌های ابتدایی. بگذارید در مورد رونق هنر و علم بگوییم. بیشترین تأثیر این زمان بر نوشتن و یا جمع آوری نوشته‌های گذشتگان بوده. ساخت اولین کتابخانه‌های سفالین و همچنین حماسه‌ها مربوط به این دوران هست، مثل جمع آوری و بازنویسی حماس گیلگامش و همچنین نوشتن حماس ایلیاد و اودیسه. همانطور که گفتیم شاروکین اولین شخصی بود که از زره‌های آهنی سبک استفاده کرد و آهنگری در زمان وی به بزرگترین و مدرن‌ترین صنعت وقت تبدیل شد. درست مثل داوود که اولین استفاده کننده از آهن بشل مدرن‌تر آن بود. اما چرا از نظر تاریخی اینقدر اختلاف زمانی بین داوود و شاروکین وجود داره؟ به این دلایل:
عدم استفاده از کربن 14 و چینه‌شناسی، استفاده از تاریخ‌های تقریبی و انتقال تجربی و دهان به دهان یا اشتباه بین تاریخ‌نگاری شمسی و قمری و همچنین اینکه در هر منطقه تاریخ‌نگاری توسط فاتحان انجام می‌شود. در داستان‌های مذهبی داوود اولین شخصی است که زرهی فلزی بافته و آهن به دست وی نرم شده. همچنین اگر به نمادها و کتیبه‌های این دوره توجه کنیم، نماد آشور برگرفته از همان نمادهای کهن ساخته شده و فقط با تغییرات جزئی توسعه پیدا کرده. همچنین باید توجه کرد که بیشتر کتیبه‌های این دوره حامل پیام صلح و اتحاد است. همچنین طبق روایات داوود به رسمی که از قبل مانده بود، یک آوازخوان خوش صدا بود که هنرش خواندن عباداتش در دستگاه‌های مقامی بود که از موسی به یادگار مانده بود. השקט נע את ליבי, קבע כאב ודאגה, עשה את נשמתי מקדש. שלום, שלום עליי, שלווה תרד מן השמיים, רפואה לגוף ולנשמה, חסדך יקיף אותי. אתה יודע את כאבי, ואת הדממה שבלבי, שים שלום על הכל, קרב אותי אליך. אלוהי, שלום, שלום עליי, כרוח ערב עדינה, הארת יומי באורך, ושמור את לילי בשלווה. תן לי כוח וסבלנות, בריאות ונחמה, ובכל רגע ורגע ארגיש אותך קרוב אליי. שלום, שלום על העולם, שלום בלב כל אדם, רפואה, שלווה ואהבה, תחת ידך بگذارید صوت خوش را بررسی کنیم. آیا صرفاً صدای خوش بدون توجه به دستگاه موسیقی یا نوت‌ها کفایت می‌کنه؟ و آیا صرفاً خواندن متون مقدس بدون داشتن مهارت یا صدای خوش حس خوبی رو منتقل می‌کنه؟ آیا به فرض داشتن مهارت و صدای خوش خواندن هر قطعه یا شعری ولو یک شعر مبتذل حس خوبی رو منتقل می‌کنه؟ باید گفت خیر. طبق علم ترکیبی شما باید تمام مهارت‌ها و ابزار لازم رو داشته باشید و از برخی کارها یا موارد باید پرهیز کنید. پس ترکیب همه چیز هم نتیجه خوبی نداره، بلکه باید شما بخشی از گزینه‌های ناهمگون یا منفی رو دور یا حذف کنید.